ها؟ پیلین گوش کن. تو فکر کردی چیزی که از مذکوره میتونی اسمش ما بگیری اما تو نیست؟ یسا تو کی هستی؟ یک بار طرف خود بدی باز طرف ما بدی. تو کی هستی ها؟ کی هستی؟ بکنه؟ نریمانه بیچاره و بدبخت. هر کاری که میخوایی بکن اما تو هیچ وقت نمیتونی که به جای ما برسی نریمان. تو هیچ وقت نمیتونی زندگی رو که ما داریم مثل او زندگی داشته باشی. فهمیدی؟ تو مثل ما شده نمیتونی. یک بار خدا بدی تو بسیار بی‌ارزش هستی. بدبخت هستی. باز تو اول من خدا برابر میسازی؟ برای دلم میسوزه. میفهمی؟ هم و هم آرزو دل ما برات میسوزه. از او خاطر تو را به اون وفل دعوت کرده. دختر احمق. درسته چوب باش. احمق گوش کن. همه و هم مجید فقط از تو استفاده کردیم و بعد فهمیدی؟ تو فقط یک بازیچه بی ارزش هستی. تو بازیچه دست ما شدی. از کوپیلی چوب باش. چوب باش. تو چی کردی ها؟ چی کردی؟ در حقیقت بگو تو چی کردی مجید؟ میگه بگو که نریمان اینجا تنها امروی تو چی کار داشت؟ بها تو خب گفته بودی که دیگه امروی نریمان ملاقات نمیکنی. گفته بودی که دیگه هیچ وقت رو نمیبینی. تو از من حساب میپرسی ها؟ بله از حساب میپرسم. تو بازم به ما دروغ گفتی. تو به خاطر نریمان به ما دروغ گفتی مجید. جیغ نزن پیری. با خود بیا. مثل دیوانه رفتار نکن. راست میگی مجید. بله راست میگم. بس دیگه بس نمیتونی در کارای ما مداخله کنی. تو کاملا دیوانه شدی. حق بطول. ما دیوانه هستم. اول من دیوانه ساختی. بعدن باز خودت میگی که دیوانه هستی. ما دیوانه هستم. و تو سبب این دیوانگی شدی. دیدین؟ پیلین تو خوب هستی؟ من تو نفرت دارم اونور. من تو نفرت دارم. نفرت دارم. ازت نفرت دارم. تو کی هستی ها؟ کی هستی؟ بکنی؟ نریمانه بیچاره و بدبخت. یک بار
طرف خود بدی باز سر شما بدی اما هم آرزو دل ما برد میسوزه از خود دکتر به اون دعوت کرده دکتر احمد تو هیچ وقت نمیتونی زندگی رو که ما داریم مثل اون زندگی داشته باشی فهمیدی؟ تو مثل ما شده نمیتونی تو اینو دیدی؟ تو بسیار بیارزشستی باز نشستی باز واقعا نشده برای نشستی میفهمیدی همتونی؟ تو میفهمیدی که مجید به کشتی امر نریمان ملاقات داره؟ بله میفهمیدم. خب چرا نریمان نشدی؟ دانه که خوب میفهمیدی اونا با هم یک جا هستن بازم مرا اونجا روان کردی با خاطر چی کار کردی اونو؟ مرا چرا با اون کشتی روان کردی؟ چون نباش برم بگو چرا؟ نمیفهمم که تو اسم چی میخوایی؟ میخوای منصرف شوی قبل از اینکه عشق تو را از بین ببره منصرف شو. تو عشق خدا از بین بردی اونو؟ بله از بین بردیم. اگه تو عشق از بین بردی پس از اول هیچ عاشق نبودی. راست میگی. پس چیه؟ او باز مثل همو احساس است که مجید در مقابل نریمان داره. حواس میفهمم تو فقط زد میکنی دیگه چیزی نه. تو فقط میخوایی زد کنی و بس. درسته دیوانه همیشه زدی میباشه. نریمان تو خوب هستی؟ خوب نیستم شایقه خوب نیستم. برام نمیگه کنجا چی شد؟ اگه بگوی من باور نمیکنی. اونقدر مطمئنم نباش. نریمان تو چی کردی دخترم؟ اما اونجا رفتم ایره گرفتم و پس آمدم. خدای ازار با شکرت. نریمان دخترم لطفا دیگه هیچ وقت همراه او شخص ملاقات نکنیم. درست هستم دیگه هرگز نمیبینمشان. مست خانه بیرون نمیشم. نریمان مجید ترجاغلو امروی تو کدام کار باید انجام داده؟ من مجیده با سلی زدم. جانم چی میگی؟ تو مجید ترجاغلو را با سلی زدی؟ خب بعدن بازو هم تو را زد؟ نه خیر
پیلین مرا بوسیدی زد. من خوب هستم آنور، میتونی بری. درست است، تو داخل برو، باز ما میرم. سلام، زیاد خسته شدیم. سلام. سلام. پیلین مرا غلط درک کرده. فکر میکنه به خاطر مجید اونجا رفته بودم. باورت میشه؟ هر چیزی که در دهنش آمد برم گفت. بسیار زیاد مرا تحقیر کرد. امکان داره پیلین تو رو غلط درک نکرده باشه سنسیلا. منظوری چیه؟ یعنی قنه شما تو کوشش میکنی خودت فریب بدی، یعنی کوشش میکنی به دیگر رو دروغ بگی، اما در دلت یک گپ دیگه است. من میفهمم. کسی که تو با سیلی زدی عاشقش شدی نریمان جان، متوجه باش. من از مجید نفرت دارم. راست میگی؟ تو عاشق شاهین هستی؟ فراموش کرده بودم، میبخشی. خوابید، اما وضعش هیچ خوب معلوم نمیشد. در ظرف چند روز خوب میشه. دیشب چی شد؟ یعنی کدام اتفاق بدی افتاده بود؟ همه تو یک چیز. او درد عشق متحمل میشه. ای دردش خلاص خواهد شد. خلاص میشه. شب بخیر. شایقه، به خاطر امشب بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم نریمان جان. تو به خاطر گپایی که گفتم سرم قهر نشدی نی؟ نه خیر، قهر نشدم، اما یعنی من عاشق مجید نیستم. درست است، عاشق نشدیم. درست است. هر کسی که اشتباه میکنه جانم. من میخوابم. مام نریمان، شایقه رام صدا که دخترم. حالا پدرت خواه آمد. شایقه خود اتاق نیست؟ اونجا نبود؟ پس دختر کجاست؟ بفرما بیادر. عجله نکو گلتر. شایقان به باز یک جا شروع میکنیم. چی شده؟ شایقه تا حالا بیدار نشده؟ اوه، مرا وقت بیدار کردی، سرم درد میکنه. نازدانه، اگه تو قسم ادامه بدی باز از چپ راستی مکتبم جور نمیشه. درست است، زیاد گپ نزن. کجاستی؟ بعد از این قدر خیالات. اوه چی میکنی؟ چیزی نمیکنم، اما اگه من قسم سر کنی و در کار خواهد کنم. صحبت تو را چی؟ برو احمق. بهشونوی دسته که چای تیخ میکنن.
سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. سلام. علیکم. با این منطقه آب توضیح میکنم. اگر این منطقه آتش سوزی شده باید به تو زنگ بزنیم ها؟ بله. نزاحت نما که برم بتی دخترم. ده صبح وقت چی میکنین؟ آسلی میایه بچم دخترم میایه. چشمایتان روشن مادر جان. روز خوش برتان میخوایم. زنده باشی. ای دختر کجا رفته میتونه؟ به تو خود چیزی نگفتن نریمان؟ نه خیر همه به من چیزی نگفتن. کجاستی دخترم؟ چی شده دیگه؟ حالا داخل بیا. شایقه بدونی که خبر بتی و اجازه بگیری کجا رفته بودی؟ چی کنم اگه تو دکانم برم باز باید از شما اجازه بگیرم؟ وقتی از این خانه کسی جای میره باید خبر بده. این یک. دوم در کوچه های منطقه ما با لباس های آزاد گشتن هیچ خوب نیست. خب اینجا کجاست؟ قطع نظامی است چطور؟ شایقه گلتر حالا بیا چای بنداز. تو هم بشی دخترم. وقتی گوش نشد باز میخوره. اما باور کده نمیتونم. من خودم نریمانه دیدم که از کشتی پایین میشد و پشت سر رو مجید ساده بود مادر. درست جانم خلاص شد. خلاص نشده مادر خلاص نشده. او دختر پشت مجیده هیچ وقتی رو نمیکنه. تو ناحق تشویش میکنی دخترین. بعد از او خطر گپایی که تو برش زدی دیگه نریمان جرات نمیکنه که با مجید نزدیک شود. مادر شما چرا نمیفهمین؟ مجید با او دختر مثل یک تکه طلا تیر است. او یگانه فرصت او دختر است که میتونه از این زندگی نجات پیدا کنه. و این تکت است که ما او را به دست نریمان دادم مادر. ما او را دعوت کردم و امر مجید مر پیش کردم. خدا لعنتش کنه. خدا لعنتش کنه. بیلین آرام باش یک دانیم. مادر چی میشه یک کار کنین مادر؟ نریمانه پس به جای روان کنین که از اونجا آمده بود. چون اگر توی کار نکنی باز به این صورت من کار خودم میکنم. کار خودم؟ من نتونستم تمام گپایی که پیلین برم گفت به شایقه بگویم. شرمیدم. آی جان من خدا میفهمه که با تو چقدر گپایی بد زده باشه. او دختر بسیار بد است بسیار. مرا دختر بیچاره گفت تو مثل ما شده نمیتونی. توبه اما او از رای قیمتی او نمیتونه بوی گنده داخل او را پنهان کنه. بی تربیه. دلم میشه پیشش برم دهن و دماغش پاره کنم. متوجه باش که تو هم کدام سلی نخوری. تو هیچ تشویش نکن جانم. من خوب میفهمم که چه قسم به این دخترها درس بدم. فهمیدی؟ شاهین زنگ زدم. بله شاهین. صبح بخیر عشقم. میفهمی تمام شب دوباره تو فکر میکردم خوابم نبرد.
من به خاطر زنگ زدم که امروز ناوقت بیدار شدیم. به دانشگاه نمیرم. گفتم اگه میخوایی با هم ببینیم. نریمان پشت زیاد دیر شده. درسته. مام باز میبینیم. ماجرای مجید آرجاغلو خلاص شد. خانم نریمان دوباره به زندگی سابقه خود برگشت. آفرین بچو، آفرین. شایقه کم کوشش کن ماما فایز تا درک کنی دخترم. او کوشش میکنه که مرا درک کنم. ببی دخترم در این منطقه ما کسی قسم لباس ها را نمیپوشه. مردم پشت گرد میگردن. توی لباس های تا وقت بپوش که کنار دریا به تفریح رفتی. درست است. حالا من به تو از لباس های نریمان میتم دخترم. بیبی چقدر مقبول است. برای تو هم بسیار میزیبه. بگی دخترم. دخترا شما هم یک چیزی برش بگوین. مادر من خود مردم اما این لباس ها رو نمیپوشم. موقع همیشه هم یک قسم لباس میپوشیم و تو حال خود نمردی. اپلین تو دیوانه شدی؟ من هیچ وقت اجازه نمیدم که یک قسم یک کار کنی. ما با پدر نریمان میفهمم که دختر او چه قسم کارایی را انجام میده. ما با او میگم که باید متوجه کار و رفتار دختر خود باشه. پلین تو این کارا کردن نمیتونی. میکنم جانم. بعد از این اجازه نمیتونم که اساسایی نریمانم از او خانه بیرون شوه. آرزو نشانی خانه نریمانشان را میفهمی اما تو نیست. حالا بدون کدام جنجال اون نشانی را برم بم. گپای ناخ نزن. من نشانی خانه نریمان از کجا بفهمم؟ بس از دیگر پلین من بخواد بیا. تو به خانه نریمانشان نمیری. کوشش نکام رای اونا مقابل شدی. او دختر به نظر تو چی میایه؟ یک دختر معمولی و غریب است. او وقت پشت خانهشان بری باز خدا بیچار بزرگ فکر خواهد که فهمیدی؟ یک قسم کار انجام نمیدی پلین. نریمان با مجید فقط ارزش یک بازی چرا داره که امرش بازی کنه. اما اگر تو به او خانه بری با دروازه اونا را یک بار تک تک بزنی باز هیچ کس نمیتونه مانی نریمان شوه. این کاری تو فقط به سودی او خود بود. پس به زیر لاشا مانده اما قسم بشینه مادر. خب تو باید منتظر باشی جانم. نیما امرا پدرت زیاد قهر است. ساعت چند شده تا حال دکان باز نکدی؟ اقا خواب زیاد به درد نمیخوره. امرا امروز میخوایم خانه مادرمشان برم. بعد از عروسی اونا رو ندیدیم. درست است باز میبینیم. او ساعت مرا بیار. گوش کو ای برات چی گفت؟ میخواه خانه مادرش بره. دق شده. این کار امکان نداره. چرا؟ از روز اول او را آزاد نمان. اگر نه هر دقیقه خود گفت که پشت مادر ما خواهرم دق شدیم امکان نداره. زنده باشی. حالا روز خوش برات میخوایم بچه. امرا پس من امروز خانه مادرمشان میرم. بازشان برات خبر میدم. امروز نمیشه. باز کدام روز دیگه باش. دیگه برات دیروز گفتم. امروز اونا منتظر هستن. ما مداخله نمیکنه. بعدن باز خود رفتی. بعد از امرا اونا آمادگی گرفتن. گفتم نمیشه دیگه اصلی. اما ما میخوایم که امروز برو. هر وقتی که من برات اجازه بدم همون وقت خود رفتی. حالا خداحافظ. فایزه جان چطور هستی؟ امروز در خانه می باشم. درست است جان منتظر هستم. چهتان آوردم خانم میشه. تشکر جانم. نوش جانتن خانم. مجید دیشب چند بجا آمد؟ دیشب نامدن خانم. امروز صبح آمدن. از خواب بیدار شده بودم که آمدن. نریمان این مجید
فکر نمیکنه که تو را دوست داری همه تو نیست؟ فکر کده نمیتونم. روی تدور بده، زیاد شور نخو. توبه، بچه هر قسم فکر کده میتونن. ما با او گفتم که همراه شاهین نامزد هستم. چی کدی؟ چرا قسم گپه گفتی؟ حداقل خواستم که یه گپه برش با فامانم فخریه. تو خب با او هیچ دروغ نگفتی که مجبور شوی یه گپه برش روز بگویی. ایره به خاطر خوبی خود برش گفتم فخریه. یعنی یگانه حقیقت زندگی من همی است، عروسی کردن با شاهین. میشه روی تدور بیتی؟ روز بخیر جهان. روز بخیر. سرت قهر هستم اما بچه خوب هستی چیزی نمیگمت. خیرت است. چی دلت میشده این وقت کجا میری؟ پیش کاکا فایز میرم. خیرت است. چرا پیش کاکا فایز میری؟ اول به ما بگو. برش میگم میخوایم امرای نریمان عروسی کنم. شاهین اما قسم خواستگاری میکنی؟ دیگه منتظر بودن نمیتونم. کم از کم باید نیتم درک کنم. بیادر یک دقیقه استاد شد. صبر که کجا میری سر به خود؟ بیادر تو کاکا فایز نمیشناسی. اگه دلشم باشه باز با این کارت برات نمیته. چی بگویم؟ اول برو به خاله زهرا بگو، گل بگی، شیرنی بگی، باز با دختر خبر روان کو. فقط یه از رسم رواج خبر نداری. دیوانیم کدی. میفهمم اما میفهمی چی؟ یک دقیقه. تو از نریمان پرسیدی او راضی است یا نه؟ البته که راضی است. 7 سال قبل پرسیده بودم دیگه نمیپرسم. 7 سال قبل. شاهین تو یک بار خانه برو. راست میگم. امرای خود کامل فکر کن. حالا خانه برو. توبه خدایا. 7 سال پیش ناده رسیده بود. خواهر آماده نمیتونم. امره برم اجازه نداد. ما یک اشتباه کردیم خواهر. حالا در زندان هستم. کاملا اینجا مثل یک زندانی هستم. در قلب پیلین نسبت به من نفرت بزرگ پیدا شده. در قلب تو چطور؟ چرا باشه؟ یعنی در نهایت پدر پیلین بیادر مادر تو است ها؟ تو اینجاستی و پیلین اونجا. یعنی او زندگی خوبه پیلین و زندگی پر از مشکلات تو در اینجا. تو همراه شاهین و پیلین همراه شایقه بس هست گلات. این دختر بیادو بسیار غمگین است. درسته جان. امیگه در فکرم آمد باز من گفتم دیگه. برحال من با اتاقم میرم. هیچ فهمیده نمیشه که این دختر خوب است یا خراب. پدر نریمان به خاطر از بین بردن آرامش خانواده ما زیاد تلاش کرد. او شخص حتی خانواده ما هم تهدید کرد. بسیار کوشش ها کرده میشه جان. اما چی کنیم دیگه؟ چی کنیم که نتانستیم؟ نزان بیچاره راست دستی و فایز احمق نجات بده میشه جان. خب بعدن چی شد؟ با هم عروسی کردن جانم. وقتی از عروسیشان جان مدتی گذشت نازان بیچاره از غم و غصه زیاد فوت کرد. معذرت میخوایم جانم. وقتی پیات میآید تحمل کردن نمیتونم. میفهمم البته که زندگی آسان نیست جانم. نریمانم همیرا را ادامه میدم. از سالا پیش پدرش در مقصد خود کامیاب شد.
حالا چرا نریمان کامیاب نشه؟ اما تو نیست. فعلا هم نوبت مجید است. در بین مجید و نریمان به وجود آمدن عشق هیچ امکان ندارم. ناممکن است. ما آمدیم که تو را با خبر بسازم ایجا جان. هرچی نباشه ای بلا را ما سر شما آوردیم. میفهمی به خاطر یک اشتباه کوچک آرزو در اون شب مجید متاسفانه همراه نریمان معرفی شد. فریب در خونه ناجای داره خواهر جان. دخترش رای پدر خود ادامه میده. متوجه باش ایجا جان، زیاد متوجه باش. اجازه نده بچه تا دام نریمان بفته. بسیار عیف خود شد. کوشش کو هرچی زودتر مجید از نریمان دور بسازی. فردا که یک شوت بزنم. بابا خواهر جان. شاهین بیادر جان یک اتفاق بد افتاده. اصلی چی شده اصلی را؟ چیزی شده؟ نه خیر قسم یک گپ نیست. اصلی گفته بود که امروز میایم. بله امرا برش گفته هیچ جایی رفته نمیتونی. او برش اجازه نداده که از خانه بیرون شود. مادرم زیاد جگرخون است شاهین، بسیار وضعش خراب است. بله مادر جان. بیرون بیا امرت گپ میزنم. بیادر یک مرد با خانم خودم قسم رویه میکنه؟ ها؟ تو چرا او رو به خانه ما روان نکردی؟ گپ بزن نه؟ بخیلی میکنم بیادر. در مقابل اصلی زیاد بخیل هستم. تو میفهمی که بخیلی یعنی چی؟ میفهمم. ببین خواهرم هیچ وقت تو را فریب نمیته. ناحق یک دیگر خفه نسازی. شما حالا با هم عروسی کردین. او دیگه خانم تو است. حالا به خانم زنگ بزن قلبش به دست بیار و یادت باشه هر وقت که خانه مادر خود میخواست بره اجازه بتیش. حالا دیگه بله اصلی او ما امروی خود فکر کردم اگر زیاد میخوایی باز تو به خانه مادرت رفته میتونی. راست میگم نه؟ یعنی من امروز خانه مادرم شو رفته میتونم؟ امروز من امیال آماده شدم میرم. بسیار تشکر میکنم. درست است. نه تو روز خوش برات میخوایم. اگه آماده هستین که بریم. زهرا گفت که وقت بیاییم. اما نمیشه که ما پسانتر بیایم. همراه شاهین میبینم باز یک چای نوشیدن میایم. درست از دخترم. ما خو هیچ نمیم مادر. اما چرا؟ راستش ایگا پای امسایه و این منطقه خوشم نمیاد تق میرم. خب درست است. اگه نیایی خوب میشه دخترم. وقت ماما فایزت آمد برش نان بده. برش یک قهوه ترکی هم آماده کن. زیاد تلخ نباشه. درست است؟ اصلا اگه ما امروز بیم خوب میشه مادر جان، چون که در خانه تمام روز زیاد دلم تنگ میشه. پس برو یک چیز درست بپوش. پوشیدم مادر. دیگه چی بپوشم؟ اما ای دامن طبیبی چقدر کوتاست دخترم. اوف مادر چی میکنین بلیوز خدا؟ این خانه بلوز تام زیاد کلان است. توبه ایلم که بلیوز خدا بلوز ما خراب کردین مادر. آی ما چی کردیم دیگه؟ یه خانه بلوزت خودش همین قسم است. حالا دخترم حالا برو یک چیز درست بپوش و زود بیا. من منتظرت هستم. درست زود پس میام.
نریمان، تو هم دیگه در مورد این موضوع شاهین یک تصمیم جدی بگی. اگر دلت هم نیست برو همه چیزا به شاهین واضح بگو. این قسم دید و وادید به شما همه زیبا دخترم. صبر پدرت هم دیگه تمام شده. امام دیگه صبر نمانده اما. یعنی تو میگی موضوع شاهین خلاص شده؟ نه خیر، خلاص نشده، تازه شروع میشه. ما تصمیم گرفتیم که همراه شاهین عروسی کنیم. آی شکر، بسیار تصمیم خوب گرفتی. بسیار خوش شدم. و بهتر از شاهین دیگه بچه از کجا پیدا میکنی؟ کوشش دارم که خدا آرام بسازم آرزو. میخوای با این آرام شدی؟ تو کارتو من تنابان راحتم بان. پلین دیوانگی نکو، آرام باش لطفا. با این کارا نمیشه، قسم درست نمیشه پلین. من خوش دیده نمیتونی اما تو نیست آرزو. یادگه اعتراف کن، بگو تا که نجات پیدا کنی. پلین چرا گپای ناق میزنی؟ همیشه از این میترسیدم که مجید تو رو خفه نسازه. تمام بچه‌ها امر من رابطه بسیار خوب داشتن، اما این تو بودی که همیشه تنها بودی. تو را هیچ کس دوست نداشت آرزو. هیچ کس تو را نگم که دوست دارم، میفهمی؟ هیچ کس عاشق تو نشد. از همین خاطر همیشه تو امر من بخیلی میکنی. نه خیر پلین، از همون خاطر از نریمان استفاده کردی. به خاطر که برای این قسم آزار بدی. تو خواستی که من در موقعیت تو قرار بگیرم آرزو. تو خواستی که من مثل تو شوم و همیشه تنها باشم. پلین خواهش میکنم که پای ناق نزن، آرام باش. اگه تو دوست پسر نداری باز دیگه گناه من چی از آرزو؟ اگه تو هیچ کس دوست نداره این به من چی ربطه داره؟ پلین گفتم بس است بگم بس است. تمامش از دست تو است، کارش کار تو است. من خود دوست پسر دارم آرزو. مجید من دوست داره. مجید من بسیار دوست داره آرزو. او من بسیار دوست داره. مجید من دوست داره، میفهمی؟ تلفونت جواب بده مجید. جواب بده. جواب بده. مجید من دوست داره. نمیتونه گلتر. آی زهرا، اگه امروز نیایه باز روز دیگه حتما میایه. این قسم خود جیگرخون نساز. من تمامی غذاها را به خاطر حاصلی آماده کردم. تمامشم یک لازم خوابم نبرد. اما حاله دخترم حتی نمیتونه خانه مادر خود بیایه. ما چی گناه کردیم گلتر؟ ما چی کردیم؟ اصلی؟ خواهم جانه آمدی؟ بالاخره آمدی؟ آمدم خواهر جان. مادرم کجاست؟ یاد پشت ژق شده بالاست. بیا داخل بده. مادر؟ اصلی دخترم اصلی ما خدا را شکر که آمدی. مادر جان
نشان کم دیگر ندیدن؟ باش. مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده. شاهین تو به من ارزش قائل هستی اما تو نیست؟ تو دیوانه هستی. در دنیا بزرگترین سرمایه ما تو هستی. هر کاری که شوه هیچ وقت مرا تنها نمان. درست است؟ هیچ وقت از ما منصرف نشو. چرا قسم گپ میزنی؟ کدام گپ شنیدی؟ فقط میخواستم از زبان خودت ای گپا را بشنوم. فقط خواستم بفهمم که در این دنیا کس هست که من پیشش ارزش دارم و مرا دوست داره. فقط همین. میخوایم که همیشه مرا دوست داشته باشی. برای تو آدمتون که در تمام عمر خود فقط تو را دوست خود داشتم نریمان. وایره تو هم میفهمی اما تو نیست؟ میفهمم. دیوانه. چای تان آوردم. زنده باشی بیادر. کلچه میخوای برات بیارم؟ بله. همیال برات میارم. خسته نباشی بیادر. زنده باشی. کلچه های تازه هستن؟ بله تازه هستن. اصلی بیبی همون قسمی که تو دوست داشتی کیک کاکائو دار برات پخته کردیم. حالا دیگر نوش جان که دختریم. حالا مادر جان ما سیر کردیم. تو به نظرم کم لاغر معلوم میشی. جات خلاص شدن. زاهد یک پیاله چای دگان برش بیار. زود شو برش بنداز دختره. من خودم میخورم. من خوب میکنه نیستم. به شیطان زیادق شده بودم خاله گلدر. بخو دخترم. دخترتان زیاد مقبول است. زنده باشی جانم. تو چند سال هستی؟ به نظر من 20 سال خود معلوم میشی. 1 ماه پیش 18 ساله شدم. یک فرصت که افتی به فکر عروسی شدی. راستش زندگی تا حیف ساختی. ای که دختره خود چرا قدر زود عروسی میکنن من هیچ نمیفهمم. حالا خوش شد دیگه. این منطقه سرد فشار آورد یا که خانواده؟ بیبی دخترم زهرا مثل همیشه ای بولانی پالک تو بسیار مزه‌دار بود خواهر. به خدا مرا زیاد خوشم آمد. بگی دخترم بخور. شاهین فعلا همراه ما از اوزلم. وقت نداره. بیا. چی شده؟ میریم؟ کلچه چطور میشه؟ در راه میخورم. بریم. حاجر خاله گپ مرا درست فهمیدن همونطور نیست؟ فهمیدم دخترم فهمیدم. اگه بیدین بپرسم برش چیزی نمیگم. شما نشانی خانه نریمان نمیفهمین. نه خیر نمیفهمم. تشویش نکن. من دیگه باید درست است دخترم.
نشانی خانه نریمانه برام میگی یا که ما درباره این موضوع امر مادرم گپ بزنم؟ شاید اینجا چقدر مقبول شده. ما هفته گذشته تصادفاً اینجا را دیدم. ما و تو همیشه اینجا با قدم زدن می اومدیم، باز بعدن گم می شدیم. بله. همون جایی که همیشه ما و تو فرار کردم می اومدیم همونجا بود نی؟ اونجا بود. یادت هست یک بار عمیم امرای خاله زهرا پیش پلیس رفته بودن، فکر کرده بودن ما گم شدیم. اون روز هیچ فراموش نمی‌کنم. ماما تا بیا امرای ما بیا. بیبی اونجاست. با یاد داری که همینجا برات چی گفته بودم نریمان؟ گفته بودی وقت بزرگ شدم امرایت عروسی میکنم. نریمان تو را بسیار زیاد دوست دارم. همراه من عروسی میکنی؟ بله. بله؟ بله؟ بله گو ما عروسی میکنه. تو را زیاد دوست دارم. تو را زیاد دوست دارم. ما عروسی میکنه. کم ناوقت شد. زیاد وقت شده بودم دیگر ندیده بودیم، قصه کردیم. من بدونی که شاین بیاده را ببینم نخواستم بیایم. شام بخیر. اینا را مادرم پخته کرده، باز به شمام روان کرد. تو کجا بودی؟ خانه مادرمشون رفته بودم. اینا را مادرت پخته کرده؟ بله مادرم پخته کرده. خوب است، باز خودت بخور. چی میکنی؟ اینا را مادرم پخته کرده. تو دیوانه هستی؟ هیلت کن، تو چی میکنی؟ چطور میتونی از ما با بیادرت شکایت کنی؟ نه خیر، با اونا چیز نگفتم. بعد از این هیچ عضوه خانوادت نباید در زندگی ما مداخله کنه. هیچ کس نه. طرف ما ببین این بار آخرت بود. اگر بار دیگه بعد از این از خانه بیرون شدی باز دوباره اینجا نیایی. پلین اون موبایل که شکستانده؟ شد دیگه مادر. پلین کمی آرام باش دخترم. ایجا حتما همراه مجید در این مورد گپ زده. حالی مجید و ایجا هر دویشان میفهمن که نریمان چه قسم یک دختر است. هیچ کس نمیخواه خدا بازش نزدیک کنه. با کی زنگ میزنی؟ با مجید زنگ میزنم. بیازو میفهمم که جواب نمیده. جواب نمیده. بله؟ بله؟ مجید؟ وقت زنگ میزنم به خاطر چی جواب نمیدی؟ فکر میکنم که تو به خاطر من هیچ با تشویش نیستی. بلین جان وقت میتونی انسان ها را با سیلی بزنی باز حتما میتونی به خود کدام چارام پیدا کنی. تو بسیار دختر قویستی. مجید ما میخوایم امرایت گپ بزنم. تو فعلا کجاستی؟ ما نمیخوایم. به خاطر نریمانی خسته میکنی اما تو نیست.
اونور کجاست؟ توی شاهینه بیبی چقدر خوب تو پیشنهاد عروسی کده. بله بسیار خوش شدم. اوف، یعنی تو دیگه بعد از این مجید آرجاغلو رو نمیبینی؟ همه تو نیست؟ بله نمیخوایم ببینمش. اما او هم بسیار بچه مقبول از جانه. مجید آرجاغلو چه قسم یک شخص بود؟ درباره شخصیتش یک کمی برم بگو. مثل یک رباتی است که از کبر و غرور ساخته شده. یک قسم به احساس. وقتی با هم رقص میکردیم بسیار عجیب طرفم میدید. تو باید او حالتش میدید. چه وقت که رقص میکردی؟ یعنی شما بار دگان رقص کردین دختر؟ بله متاسفانه. نریمان بیبی او شخص داره دوست داره. فخریه بیبی من مطمئن هستم که او باردگان برات زنگ خواهد زد. نشانی نمان این کارا نکن فخریه. چرا این کارا نکنم؟ آی او حال بیبی مجید آرجاغلو سر تو عاشق شده. اوف کاش تو هم قدر زود به شاهین نمیگفتی. فخریه شاهین به من ارزش قائل است. او مثل مجید نیست. من فقط نمیفهم. نریمان سبب شده که بین پیلین و مجید فاصله ایجاد شود. ای که مجید خوش نریمان آمده باشه ای یک گپاتی است. او جوان است، مقبول است و هر کس میخواه همراه مجید عروسی کنه. اما ای که مجید به نریمان علاقه نشان میته ای واقعا حماقت است. به نظر ما پیلین زیاده روی میکنه. نریمان کوشش میکنه که در زندگی ما مداخله کنه. اگه مجید میخواه که همراه نریمان ملاقات کنه باز ما مانع او شده نمیته. به نظر من مشکل نریمان فقط همراه مجید نیست سلیم جان. نریمان تمامی چیزایی را میخواه که در گذشته ما از مادرش گرفته بودیم سلیم. همی که آسلی را خوش دیدم دیگه چیز نمیخوایم. آی جانم بسیار پشتش دق شده اما بودم. نزاهت من یک گپ نفهمیدم. بعد از که دختر زنگ زد و گفت که آمده نمیتونم باز چطور تانست از او خانه بیرون شوه؟ شاید اصلی همراه شما شوخی کرده باشه. خواسته ما رو متعجب بسازه. شادق زهرا. تعجب چی؟ من بسیار به تشویش بودم. به نظر مو کامل لاغر شدن. نه مادر جانو کاملا مثل سابقه. مادر بگو شهزاده. بسیار گپ خوب برات گفت. حالا از شادق زهرا هر چی میخوایی بخوای. ما میگم که فردا به گلتر خواهر زنگ بزنیم. با او چی بگویم بچم؟ بگو اگه فردا شب خانه باشن خانهشان بریم. البته که خانه می باشن ضرور نیست که برشان خبر بدیم. اونا خب بیگانه نیستن. مادر شما بازم یک بار زنگ بزنید. اما چرا؟ به خاطر یک کار خیر. چی؟ به خاطر کار خیر. با کدام کار خیر؟ جهان منتظرم است. من باید برم مادر جان. شاهین من شاید ناوقت بیام. خداحافظ. خدا جان فکر میکنم کدام گپ از دختره. مادر چرا این قسم میکنه؟ بیازو سلامشه که نریمان و شاهین مثل نامزدا بودن مادر. اگه دختر واقعا نامزد باشه به خانه یک بچه بیگانه میره؟ همراه بچه ها رقص نمیکنه؟ همراه او به دریا نمیفته؟ او گپ دیگه خلاص شد. طولانیش نست. فقط به گفتن تو او گپ خلاص نمیشه. تمام دنیا درباره او اتفاقات میفهمن. آی خدای ما. مادر شما زیاده روی میکنه. آی نریمان مثل نریمان سابق نیست. چشمای او دختر مثل سابق طرف شاهین نمیبینه. او سابق پایین سر میکرد حال طرف آسمان میبینه. بیادرم کمکت کنم. وای بچه سبا خان چی گفت؟ فردا به خانه کاکا فایزشان میریم. جدی میگی؟ با خیرتون باشه. یعنی که بالاخره عروسی میکنی؟ بله. خیریت هست؟ چی شده؟ شاهین
ما عاشق یک نفر شدیم. وای بیادرم، توی دروازه رو باز کو که امروز گپ بزنم. حالا دیگه زود باش. عاشق شده. بیادر، نمیفهمم چطور از پیش مفتیده بود. به تو نگفتم اما چند روز میشه که ایره میپالیدیم. بعد ازی شما نگاش کنید پدر. با وقتی دخترم میبینم دست و پایم سوس میشه بچه سبق خان. خب شایقه میفهمه که تو دوستش داری؟ نه نمیفهمه. اگه بفهمم مشکل ما حل است بیادر. زنده باشی بیادرم. شاهین حال دیگه در بینتان تنها مجرد میمونم. راستش بگویم بسیار مقبول است. چو باش رفیق، مقبول نه به اندازه مقبول است. امروز صبح از کوچه تیر میشد. وای فکر کردم که از بین رفتم. ما در جیب خود چاقو میگردانم اما شایقه در چشمای خود. او دختر واقعا بسیار جذاب است. ما او دختر بسیار با هم دیگه میزیبیم. گفته باشم روش ما یک چیز است. ما مطمئن هستم که در شکار کردن دیپلم داره. متوجه باش که تو رو شکار نکنه. شاهین فکر میکنم که وقت شکار شده ما از بین رفتیم بیادر. چی میکنی؟ هیچ. چی کنم دیگه؟ خودم مصروف نگاه میکنم. قهوه آماده کردیم. از کجا شروع کنیم؟ از آخر شروع کن. این بار میخوایم فرق داشته باشه. پلین زنگ زده بود. او دختر خیالات من خراب میکنه. تو هم از اوره؟ نریمان عقل خود از دست داده. او دختر سر تو عاشق شده. یک وضعیت قابل درک است. کسی که یک دختر با سیلی میزنه نمیخوایم او رو درک کنم. خب بخیلی میکنه دیگه. پلین به کشتی آمد. نریمانه بسیار تحقیر کرد. او را با سیلی زد. با او بسیار گپای بد گفت. پلین نباید تو گپای بد به نریمان میگفت. پلین آرزو برو بیرون شو. پلین من تو را دوست دارم. آرزو من بسیار جگر خونستم. جانم تمامش میگذره عزیزم. تو واقعا راست گفته بودی آرزو. من بسیار اشتباهی بزرگ کردم که نریمانه با اون محفل خواستم. کاش که آرام باش. او مرا با سیلی زد. چطور یعنی؟ تو از دست نریمان سیلی خوردی؟ خنده دفعتا خندیم گرفت. بسیار میبخشی اما آفرین به او دختر. یعنی با این کارایت یک دختر تو را باید به سیلی میزد و قسمی که معلوم میشد. قسمت همون نریمان بوده که تو را با سیلی بزنه. با همون کار موضوع نریمان بسته شد مجید. ببین چاپش مانده. با هر نفس کشیدن اون حالت به یادم میاد. عشق بسیار یک پدیده ظالم است. همیشه انسان به طرف خود صدا میزنه و ما میخوایم همیشه همراه تو باشم. تو رو صدا کنم. تو همراه ما باش. به قلبم نزدیک باش. فقط به قلبم. او چی است؟ شاهین برم داده بود. مام در بینش بعضی چیزا را نوشته کردم. خوب است نوشته کن. تو میفهمی از رابطه ما و شاهین 7 سال میشه. اوه بسیار وقت شده. یعنی بعد از قدر مدت به نظرم بروسی کردن ضرورت نداریم. زود قرنش جانم. شوخی کردم امرای. ما و یک جای بزرگ شدیم. تو کدام عاشق دیگه نداشتی؟ نه خیر جانم. شاهین اولین نفر است. یگانه شخص در زندگی من شاهین است. شاهین مرا زیاد دوست داره.
و به معشوقه خود ارزشم میده. همیشه با او اعتماد دارم. خب تو سر او عاشق شدی؟ گفتم که دوستش دارم جانم. به نظر من تو عاشق شاهین نیستی. مجید آرجاغلو آخرین چانس تو است. آلیام سر وقت از خوب فکر کن. یک فرصت دیگه داری. گلتر اگه امشب وقت داشته باشین باز ما خانه شما میاییم. بگو به خاطر کار خیر مادر. به خاطر یک کار خیر اونجا میاییم خواهر. به خاطر یک کار خیر؟ زهرا البته ما منتظر هستیم. بیاین. زهرا زنگ زده بود گفت به خاطر یک کار خیر امشب اینجا میاییم. آی بسیار خوش شدم جانم. باید برم آمادگی خدا بگیرم. بخیر باشه. آی زنده باشی. خب حالا خب باید خوش باشی. ببین چقدر خوب شد همراه کسی که دوستش داری عروسی میکنی ها؟ چی گفتم؟ دیگه چی بگویه؟ گفت 1000 دفعه بیا. امروز وقت خانه میایم. آی بچم لطفا صدقه چام یک بار دیگه فکر کن. 7 سال میشه که هر روز دی باره فکر میکنم مادر. تنها قلبش نه بلکه عقلش هم از سرش گرفته. مادر شما زیادی موضوع را بزرگ میسازید. من 2 برابر شما عمر دارم دخترم. دخترای مثل نریمانه بسیار خوب میشناسم. شما خود از یک بیگانه خواستگاری نمیکنید. من در مورد خانواده او خود چیز نمیگم. توبه این نریمان عقل خود از دست داده دخترم. او دیگه اصلاح شدنی نیست. اگه شاهین او رو بگیره باز او هم عقل خود از دست میده. او دختر بچه من خوش دختر نمیتونه. خیریت از گلتر. خیریت است انشالله. بیاد. زهرا زنگ زده بود امشب به خانه ما میاین. بیاین دیگه. بار اولشان خونه است. بار اولشان است بیادر. به خاطر یک کار خیر بار اولشان است. به خیر بیاین. شاهین ما هم همراه به دانشگاه میرم. اوه سلام جهان. باز به خاطر چی میخوای بری؟ میخوایم کامپیوتر خانم مزنها برش بدم. اوف جهان اوف. چی شده؟ تو رو چرا زور میتا؟ با خاطر جور کردن از پیش گرفته بودم. جورش کردم حالا میخوایم پس برش بدم. خب دکانشو تو میکنی؟ جمال اجازه گرفتم. گفتم شاهین بسیار با ما ضرورت داره. باز اون گفت که برم. من امرای چی کنم مرا به شایقه برسان. شایقه. حالا بیا دیگه. ای خدا دیوانه خود شدم. شاهینم عروسی میکنم ما و تو همینجا میمانیم دیگه. راست میگه. بیاز و مرا کسی نمیگیره. نه خیر دخترم منظور ما قسم نبود. ای بس از مادر فرق نمیکنه که منظور شما چی بود. من میفهمم که در خانه همین قسم میمانم. ما چی بفهم دیگه بیادر. صبح خیر. اعمال خود چاشت است. نریمان چطور هستی؟ شکر خوب است اما خدا. یعنی اگر بال می داشت از خوشی شاید پرواز میکرد. امشب خانه شما میاییم. خبر داریم. یعنی بسیار با هیجان منتظرتان هستیم. چی میشه ناوقت نکنین لطفا. بله امیم گفت. طرف ما ببین. تو چرا در هر گپ مداخله میکنی؟ با ما گفتی؟ بله با تو گفتم. پیش از دیگه چیزام برات بگویم داخل برو. یک قسم در هر گپ مداخله نکن. تو یک بار طرف ما ببین. اینه دیدم. بفرما. بیا که بریم. بیا. نامی بچه چی بود؟ جهان.
مجید من خوب نیستم، لطفاً برام زنگ بزن، لطفاً.